من تا 42 سالگی کسی رو نکشتم. در واقع این برای محیط حرفه‌ای که من کمی توش کار می‌کنم که دیره واقعا. البته هفته قبلش من تونستم 6 نفر رو بکشم. خب اینو کی میگه؟ اینو بیورن دیمل میگه، یه وکیل 42 ساله که میفته توی شرایط کمی پیچیده. راستش فکر نمی‌کنم کشتن واقعا دارم میگم، اونقدر که فکر می‌کنیم سخت بشه. فقط یه نقشه هوشمندانه میخواد، قدرت ذهن آگاهی که بتونی همه چیز رو به خوبی کنترل کنی. خب اول از همه نباید بترسی. دوم بعد فکر کنی که بعدش میخوام با جسد چیکار کنم. سوم آروم باش و استراحت کن. وقتی هم که وجدان در عذاب بود، فکر کن که شر چه آدم مزخرفی رو از سر بقیه کم کرده، به خصوص وقتی پای جنایتکارا وسط باشه. خب فصل اول سریال آلمانی قتل آگاهانه وقتی منتشر شد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت، اونقدر که ساخت فصل دومش خیلی عجیب نبود. حالا هم که فصل دومش منتشر شده، نتفلیکس تولید فصل سوم رو اعلام کرده. پس از من میشنوید بکشید، بعدش نفس عمیق بکشید و آرامش اینجوری.